سلام بچه ها، وقتتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. خب در ادامه مبحث در واقع آشنایی با یونیتی وارد یونیتی هاب میشیم. اگه یادتون باشه در مورد یونیتی هاب گفتیم که بعضی وقتا میاد و توی همون صحنه اولش گیر میکنه و جلوتر نمیره. الان اگه دقت بکنید برای من اومد، ولی برای بعضیا همینجا میمونه. خب همینطور میگرده و میمونه. چرا؟ گفتیم تنها دلیلی که پیدا کردیم این هستش که با شبکه اینترنت شما ناسازگار یونیتی. بنابراین چیکار باید بکنید؟ باید شبکه اینترنتتون رو تغییر بدید تا این ماجرا درست بشه. جلسه قبلی وارد حساب کاربریمون شدیم. اگه دقت بکنید یه وی اینجا نوشته شده و این وی رو مشاهده میکنید. توی اینستالز این گزینه دوم در سمت چپ اگه دقت بکنید ما یه دونش رو دانلود کردیم، اونم این نسخه بود، نسخه 2022-3-22. این نسخه رو ما دانلود کردیم، اما به خاطر احتیاجاتی که برای پروژه های خودم داشتم یه نسخه 3.17 و یک نسخه 2020-3.21 این دوتا رو هم در واقع آوردن و همونطور که مشاهده میکنید اون پلتفرم هایی رو هم که پشتیبانی میکنه این پایین نوشته شده، اندروید و ویندوز، اون چیزی که جلسه قبلی با هم دیگه دانلود کردیم. حالا اگه بخوایم یه دونه چیز دیگه مثلا iOS رو هم بخوایم بهش اضافه کنیم چی کار میکنیم؟ روی اینجا روی چرخ دنده میزنیم اد ماژول و اینجا میایم iOS رو تیکش رو میزنیم، بعد دکمه اینستال رو میزنیم و میره شروع میکنه به دانلود این بخش. خب کاری نداریم، میخوایم یه پروژه جدید ایجاد بکنیم. خب اد رو که میدونید چیه؟ اد یعنی یه پروژه‌ای رو بخوایم ایمپورت بکنیم. اد رو وقتی بزنید میاد میرید پروژه‌تون رو، حالا مثلا پوشه پروژه‌تون رو انتخاب میکنید و اوپن رو میزنید و پروژه‌تون اینجا به نمایش در میاد. اما حالا ما یه پروژه جدید میخوایم ایجاد بکنیم. روی دکمه آبی رنگ نیو پراجکت کلیک میکنیم. اینجا این بالا میتونیم اولا نیو پراجکت رو بهش بگیم که ادیتورمون ورژن چند باشه. اگر شما چند تا ورژن داشته باشید، چند تا ادیتور نصب کرده باشید، چند تا یونیتی نصب کرده باشید، اینجا همش به نمایش در میاد همونطور که میبینید. اما اگر فقط همین نسخه 3.22 یا نسخه های جدیدتر رو نصب کرده باشید و یه دونه نسخه داشته باشید، فقط همین نسخه اینجا به نمایش در میاد. انتخابش میکنید و در نهایت اینجا میتونید اینها رو انتخاب کنید. همونطور که میبینید اینها یه علامت ابر و یک علامت شبیه دانلود داره که داره میگه اینها رو میتونید دانلود بکنید. یه نسخه هایی رو اومدن سعی کردن، خود شرکت یونیتی سعی کرده به حالت بهینه برای مثلا چیزای دیگه بیاره. ببینید مثلا 2D کراس پلتفرم داره که میتونیم ازش استفاده کنیم، یه 3D داره و یک 2D به صورت نسخه اصلی یونیتی 2D رو شما میتونید اینجا استفاده کنید، نسخه اصلی یونیتی 3D رو هم اینجا، و یک نسخه 2D کراس پلتفرم رو هم که از در واقع URP سیستم URP توش استفاده شده. URP برای بحث نورپردازیه. این رو هم میتونید اینجا استفاده کنید، ولی اصلا مهم نیست اینها، خیلی ذهنتون رو مشغولش نکنید. ولی ببینید مثلا اگر میخواید بازی موبایلی 3D بسازید این رو استفاده کنید. اگر میخواید 2D استفاده کنید، در واقع بازی موبایلی 2D بسازید، این رو استفاده کنید. برای استفاده کردنش هم روی خودش کلیک میکنیم و اینجا دانلود تمپلیت رو میزنیم. اما خب اینو بدونید بعضی وقتا همین تمپلیت ها حجم بازی رو یه مقدار زیادتر از حد معمول میکنن. درسته که بهینه شده برای این ماجرا، اما گاهی از اوقات احتمال داره که حجم های مقدار بالاتر بره، به خاطر اینکه چیزایی که ماها توی بازی موبایلیمون که میخوایم بسازیم تصور نکردیم رو خود یونیتی تصور کرده، شرکت یونیتی، و حجم بازی رو میبینید که یهویی به صورت سرسام‌آور برده بالا.
یا مثلا اگر پروژه VR دارید میتونید از این مورد استفاده کنید، یا AR موبایل اگه دارید از این میتونید استفاده کنید. اینها تمپلیت ها هست، قالب هایی هست که میتونید ازشون استفاده کنید. اما خب ما از همون قالب کور و قالب هسته اصلی استفاده میکنیم. اینجا چیه؟ اینجا تمپلیت های مختلف رو اومده دسته‌بندی کرده. یکیش که خب آل تمپلیت هست که همه قالب ها رو نشون میده، یکیش همین کور ها رو نشون میده، یعنی این اصلی ها رو، و در واقع یکیش سمپل رو نشون میده، اینهایی که به عنوان نمونه اومدن درست کردن. یکی هم کلا بحث لرنینگه، شما میتونید بیاید بحث آموزش رو از اینجا استفاده کنید که میگه ساپورت نمیکنه این نسخه از ادیتور، یعنی این نسخه از یونیتی از بخش لرنینگ ساپورت نمیکنه، برید ورژن های دیگر رو یا تمپلیت های دیگر رو استفاده کنید که خب ما کار نداریم، برای اینکه خیلی طول نکشه آموزش و حوصلتون هم سر نره. میایم از همینجا 2D رو که انتخاب کردیم میایم اینجا یه گزینه‌ای داریم به اسم پراجکت ستینگ. یه نام پروژه داره. نام پروژه رو من دیدم بعضیا فارسی میزنن، هیچ ایرادی نداره، میتونید فارسی بزنید. بعضیا هم انگلیسی میزنن، حالا ما تغییرش نمیدیم، فعلا همون مای پراجکت میذاریم باشه. و خب میگه که لوکیشنش رو مشخص کن، کجا من این رو ایجاد کنم. ما میگیم آقا توی دسکتاپ این رو ایجادش بکن. خب یعنی یه پوشه ای اینجا میاد به اسم همین مای پراجکت و این رو ایجاد میکنه. میگه میخوای از یونیتی کلاود استفاده بکنی؟ روی کدوم؟ رو حسابت. حساب من قدیما تسبیح 1371 بوده، الانم میخواد از همون استفاده کنی. میگه میخوای استفاده کنی. ببینید بچه‌ها، یونیتی کلاود یه سیستم جدیده که تقریبا میشه گفت جدیده که به یونیتی اضافه شده و کار تقریبا میتونیم بگیم کار گیت هاب رو انجام میده. اگه میخواید نسخه های مختلف بازیتون حفظ بشه، اگه یهویی خدای نکرده هارد سیستمتون سوخت، چی کار میخواید بکنید؟ خب باید بازی روی یه فضای ابری، روی فضای اینترنت ذخیره شده باشه دیگه. اینجا خود یونیتی میاد بهتون پیشنهاد یونیتی کلاود میده. سیستم خیلی خوبیه، میتونید استفاده کنید، منم حرفی ندارم، اما اینو حواستون باشه، اولش شما رو معتادتون میکنه به این سیستم، ولی بعد به یه جایی میرسید بازیاتون متعدد میشه، کلن 10 گیگ بیشتر به شما نمیده. خب و اگر بخواید مثلا نسخه 120 گیگش رو انتخاب بکنید یا حتی 10 گیگ رو بیشتر بکنید، بهتون اجازه نمیده مگه اینکه برید یونیتی پرو یا انترپرایزش رو بخرید، یعنی یونیتی نسخه های حرفه‌ای و پیشرفته و شرکتی و اینهاش رو بخرید. خب اتفاق بدی که میفته اینجا اینه که اون وقت شما دیگه معتاد به اون سیستم یونیتی کلاود شدید و مجبورید برید پول بدید یونیتی پرو بخرید حداقل، و خب این اذیت میکنه. به همین خاطر من کانکت تو یونیتی کلاود رو میزنم بره که نداشته باشیمش. یوز یونیتی ورژن کنترل نه، این رو هم استفاده نمی کنیم چون دقیقاً توی همون یونیتی کلاود از این هم استفاده میشه و باز دوباره مشکل آفرین میشه. بنابراین ما اینها رو هیچ کدوم استفاده نمی کنیم و در آینده ایشالله یه دوره گیت هاب یا برید ببینید یا اگه خودم فرصت بکنم حتما براتون انجام میدم. روی دیدید دیگه کرییت پروژکت زدم و همونطور که میبینید داره ایجادش میکنه. ببینید اینجا پوشش اومد، یعنی پوشه یونیتی پراجکت که ما ایجادش کردیم، این بازی رو میخوایم ایجادش بکنیم، توی همین لوکیشنی که بهش دادیم یعنی دسکتاپ ایجاد شد. یه واقعیت رو بهتون بگم همینجا تا میاد این پروژه ایجاد بشه، اونم اینه که پروژه هایی که من روی یونیتی 2020 بالا میارم خیلی سریعتر ایجاد میشه و این فکر میکنم به خاطر اینه که حالا هم سیستم های یونیتی پیچیده تر و حرفه‌ای تر شده که یه کمی بیشتر طول میکشه. مثلا توی همین مای پراجکت ببینید چند دقیقه طول میکشه، ولی توی یونیتی 2020 اصلا اینطوری نیست که انقدر زیاد بخواد طول بکشه. هم به خاطر اینه، همین که شاید احتمالاً رم رو بیشتر مشغول میکنه، از این بابت شاید اگر کامپیوترتون
سیستمش بالاتر باشه یا لپتاپتون سیستمش بالاتر باشه، از جهت سخت افزاری قوی تر باشه، احتمال داره این تیکه یونیتی رو خیلی سریعتر رد بکنید. یعنی بخش ایجاد پروژه جدید رو خیلی سریعتر شاید شما رد بکنید. اما به هر حال برای من طول میکشه، چند دقیقه طول میکشه. به این تیکه های این پایین دقت بکنید. چیا نوشته؟ اینستالینگ پکیج 54 تا 53 تاش پر شده. پس یه پکیج هایی رو داره توی یونیتی در واقع اینستال میکنه، نصب میکنه. الان 53 تاش پر شده و به زودی 54 رو میشم پر میشه، میره ادامه پیدا میکنه، اینیشیالایز میکنه. ببینید اینیشیالایز گرافیک و چیزای مختلف میاد جلو. البته نمیخواد تا آخر پر بشه، فکر کنم تا نزدیکای نصفش پر میشه و پروژه رو ایجاد میکنه دیگه. از اینجا به بعدش میفته روی ریل. خلاصه میخواستم تفاوت اینو بهتون بگم که اینجا یونیتی 2020 رو من یکی از دلایلی که نصب کردم به خاطر همین بود که سرعت اجرای پروژهش خیلی سریع‌تره. یعنی وقتی میخوای پروژه ایجاد بکنی یا پروژه رو باز بکنی خیلی سریع‌تر باز میکنه برات. ولی فعلا ما با یونیتی 2022 کار داریم به خاطر اینکه میخوایم آموزشمون بروز باشه و یونیتیمون هم خب باید قاعدتاً بروز باشه. خب اینجا میبینید که نوشته اوپن پراجکت و دیگه وقتی اوپن پراجکت میاد پروژه رو باز میکنه. خب حالا تا میاد اینا رو باز بکنه من دیگه شروع کنم. ببینید ما توی یونیتی چند تا بخش داریم همونطوری که مشاهده میکنید که به صورت دیفالت پیشفرض این بخش ها به این شکل چیده شده. بخش اولی که میخوام براتون بگم بخش پراجکت است که پنجره پراجکت همین چیزیه که میبینید اینجا. توی پنجره پراجکت ما مواردی داریم. این سمت چپ اگه ببینید در واقع تمامی پکیج ها و تمامی فایل هایی که توی پروژمون وجود داره رو توی این بخش پکیج میتونید ببینید و اصلی ترین فایل هامون که ما باهاش توی بازی کار داریم توی پوشه asset هست. اگه دقت بکنید ما اینجا دو تا پوشه داریم، پوشه assets و پوشه پکیج. ما پوشه پکیج رو فعلا کاری نداریم، توی بازی نمیخوایم بیایم از در واقع دارایی های پوشه پکیج استفاده بکنیم. اصل کار ما توی پوشه asset هست. توی این پوشه ما میتونیم بیایم فولدرهای مختلفی ایجاد بکنیم. خود بازی، خود یونیتی یه پوشه‌ای به اسم سینز ایجاد کرده. سین به معنای صحنه ها هست، سینز به معنای صحنه هاست. ما توی این صحنه ها باید بیایم کار بکنیم. خیلی از بازی ها هر یک صحنه ای رو اختصاص میدن به یک صفحه توی بازی. مثلا میان این صحنه اولشون رو اسمشو میذارن منو. خب بعد کلیک راست که اینجا بکنید کرییت، گزینه اولی رو که بزنید اینجا دنبال سین بگردید. ببینید سین دوم رو اسمشو میذارن مثلا level selection، به معنای صفحه‌ایه که توش انتخاب لول انجام میدیم و میرن توی صفحه انتخاب لول کاراشون رو انجام میدن. بعد شروع میکنن مثلا اینجا میارن به عنوان level 1 مثلا و همینطور از روی این صحنه دوباره با کنترل دی یه دونه دیگه ایجاد میکنن. level 2 دوباره یک کنترل میگیرن با کلید دی میزنن level 3، level 4 5 6 7 8 9 10 همینطور ایجاد میکنن. خب پس اینو متوجه شدید که سین به چه دردی میخوره. سین در واقع توی اینجا ایجاد میشه، توی پنجره پراجکت ایجاد میشه. و حالا این رو بهتون بگم، یه قاعده قانونی اومدن برای این بخش گذاشتن، میگن آقا هر چیزی رو بیاید مجزا و به صورت منظم توی هر فولدری بریزید. مثلا ما یک پوشه برای صحنه هامون داریم یا همون لول هامون داریم، یه پوشه دیگه فولدر دیگه از همین کرییت ایجاد میکنیم و اینجا اسم پوشه رو میذاریم مثلا اسکریپت. خب
توی اینجا چی کار میکنیم؟ توی اینجا کد هامون رو در واقع وارد میکنیم. کد ها چیان؟ دوباره کلیک راست بکنید توی این پوشه، بیاید روی create C# script که انشالله دوره کاملش رو براتون خواهیم داشت، کاملا با مفاهیم C# در آینده آشنا میشید. مثلا من میزنم اسکریپت 1. خب که بدونید اولین اسکریپتمون رو ما اومدیم اینجا ایجاد کردیم. دیگه چه پوشه ای داریم؟ ما یه پوشه دیگه با کلیک راست ایجاد میکنیم، فولدر رو انتخاب میکنیم و اینجا میزنیم پوشه مثلا ایمیج. تمامی تصاویرمون رو توی این پوشه میذاریم. خب ما تصویر داریم یا نه؟ یه چیزایی براتون از هوش مصنوعی گرفتم برای اینکه بتونیم اینجا استفاده کنیم. بله، این چند تا عکس رو میاریم از اینجا میکشیم. ببینید چطوری دارم اضافه میکنم. اینطوری اضافه کردم به اینجا. یه کار دیگه چیه؟ یه کار دیگه اینه که اینا رو پاک میکنم یک بار. خب یه کار دیگه چیه؟ یه کار دیگه اینه که ما بیایم و پوشه اینجا رو انتخابش بکنیم. ببینید کلیک راست میکنم و شو این اکسپلورر، این رو که بزنم توی پوشه ایمیج میتونم بیام همون عکس ها رو پیست بکنم. حالا میارم براتون توی اینجا کلیک راست مثلا، خب کپی رو میزنم و اینجا میام و پیست رو میزنم. وقتی میام توی صحنه بازی یه لحظه میبینید که لود میکنه و این عکس ها رو میاره. این تصویر دقیقا عین همین تصویره، ولی خب من با بک‌گراند اریزر، سایت های حذف پس زمینه، اینها رو همه رو بدون پس زمینه کردم که به عنوان کاراکتر بتونیم استفاده کنیم. پس ما تا اینجا اینها رو ایجاد کردیم. بعد به تناسب مثلا ببینید بعضی از بازی ها هست توش از متریال استفاده میشه. خب متریال چیه؟ مثلا به درد رنگ زدن میخوره. خب یه جسم 3 بعدی رو بهش یه متریال میدید و میتونید اون رو در واقع رنگش بکنید. یا مثلا موارد دیگه ای ما داریم از فولدرها، مثلا غیر از ایمیج دیگه چی داریم؟ انیمیشن داریم، درسته؟ انیمیشن رو اینجا دوباره پوشش رو ایجاد میکنیم که همه انیمیشن هامون رو بریزیم توی این صحنه. حالا برای اینکه منظم تر بشه دوباره میریم توی انیمیشن ها، پوشه انیمیشن، یه پوشه دیگه ایجاد میکنیم، مینویسیم مثلا حالا اینی که نوشتم، حالا قبلش هم یه انیم بذاریم که معلوم باشه در واقع میخوایم انیمیشن لول 1، انیم لول 1 میخوایم انیمیشن های در واقع مرحله اولمون رو توی این پوشه بریزیم. با کنترل دی دوباره میزنیم انیمیشن های لول 2 مون رو میخوایم توی این پوشه بریزیم، انیمیشن های لول 3، لول 4، لول 5، همینطور میریم به سمت جلو. دوباره توی ایمیج هم همینطوره، یعنی شما توی ایمیج هم میتونید بگید آقا من میخوام به صورت لول بندی شده IMG مخفف ایمیج هست و اینجا لول 1 مثلا، و همین رو دوباره با کنترل دی لول 2، لول 3، لول 4، لول 5 مثلا، و توی اینا رو هر کدوم رو میذاریم توی در واقع پوشه های مربوط به خودش. دوباره چیزهای دیگه هم میتونیم ما اضافه کنیم، پوشه های دیگه هم میتونیم اضافه کنیم و همینطور گسترش بدیم بازی رو. خب این از این. پس ما پوشه پراجکت رو کاملا باهاش آشنا شدیم. بریم سراغ بخش پراجکت رو باهاش آشنا شدیم. بریم سراغ بخش بعدی که اسمش هایرارکی هست. هایرارکی چیه؟ آقا من توی این بازی ببین 5 تا عکس دارم، درسته؟ 1 2 3 4 5. اما از این 5 تا میخوام توی این صحنه استفاده کنم؟ توی این بازی حتما از این 5 تا استفاده میکنم؟ نه، احتمال داره این یکی رو فقط استفاده کنم. خب اگر فقط همین یه دونه رو استفاده بخوام بکنم چجوری باید استفادهش کنم؟ باید بکشیش توی هایرارکی. به 2 حالت ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. یکی این که بیایم این رو بکشیم توی هایرارکی و رهاش کنیم و میبینیم که اینجا
ایجاد شده این در واقع کاراکترم. خب و حالا اسمش رو اینجا میتونیم دیگه تغییر بدیم، مثلا بنویسیم که کاراکتر وان، مثلا اولین کاراکترمون اینه. خب یکی این حالته. دومیش اینه که توی همین پنجره‌ای که الان اینجا بازه کاراکترمون رو مستقیم بیاریم بکشیم توی همین پنجره. همونطور که میبینید وقتی من میارم توی این پنجره، توی این مربعی که اینجا کشیده شده، اینجا هم نشون داده میشه. حالا اینا ربطاشون به هم چیه؟ ببینید هر چی که ما توی هایرارکی داریم قطعاً توی سین هم داریم. سین چیه؟ این نماییه که اینجا میبینید، یعنی این بالا میبینید نوشته شده سین. سین به معنای همون صحنه است که در واقع توش من بازی ساز باید کار بکنه. کجا ما توی صحنه بازی میتونیم کار بکنیم؟ توی در واقع همین بخشه، توی همین بخش سین هست. کجا میتونیم بازی رو ببینیم؟ در واقع اون بخش نهایی بازی رو ببینیم توی سربرگ گیم هست. توی گیم ما میتونیم خود بازی رو ببینیم، توی سین میتونیم دستکاری بکنیم. ببینید توی گیم من هر کاری بکنم این کاراکترها رو جاشون رو تغییر بدم، کوچیک بزرگشون بکنم نمیشه، اما توی این بخش الان میبینید اینها هست و من میتونم اینو کوچیک بزرگش بکنم.